سلام بیننده های عزیز، امیدوارم جور و صحتمند باشید. بیننده های عزیز، آمدیم در بند امیر و خواستم یک چند ویدیو در خدمت شما بیننده های عزیز قرار بدیم. بیننده های عزیز، قبل از اینکه ویدیو رو ببینین لایک، سابسکرایب و زنگوله را فشار دهید تا اعلان های بعدی هم در دسترس شما از ویدیوهای بعدی قرار بگیرد. بیننده عزیز، بند امیر البته از قسمت های مختلف ساخته شده. یکی هم بنده و زیارتگاهی حضرت علی علیه السلام و همچنان در قسمت پایین به خاطر اونمو سرسبزی و هوایی که نسبتا پاک در اینجا وجود داره و همچنان سردی در فصل تابستان اکثریت مردم برای میله و تفریح در اینجا گرد هم می آیند. البته در بند امیر قایق‌های کوچکی پایرل و همچنان یک تعداد محدودی قایق‌های موتوری هم وجود داره که مردم بیاین برای لذت بردن از آب و هوا و همچنان بند امیر این قایق‌ها رو به کرایه میگیره و قایق سواری مونه. اینجا قایق‌های مختلف وجود داره به تعداد نفرها، یعنی هر کس میتونه به تعداد اعضای فامیل خود یک قایق را به کرایه بگیره و داخل آب شونه و در اینجا تفریح کنه. دوستای عزیز، این قسمت پایینی بند امیره که مردم در اینجا میاین خیمه میزنن و به تفریح و خوشحالی و ساز و سرور میپردازن. البته امسال در بند امیر در ساحه سبز ازی چمنزارهایی که هست یک تعداد کسا جمع شده و به شوق و شادی و همچنان اکثرا کسایی که همراه خود دیگ و به اصطلاح نان و این چیزا میرن در اینجا خودش برای خود پختنن و نوش جان. اینجا هم مردم از گوشه و کنار مختلف میان و خیمه برپانن و بدور از همه مشکلات زندگی میاین و تفریح و سیاحت میپردازن. البته در بند امیر ناگفته نمونه اینجا رستوران ها و هتل ها موجوده و همچنان اتاق های کرایی با بسیار امکانات خوب. البته وای فای در دسترسی مشتریان قرار میده که بتونن از اینترنت استفاده کنن و دیگه بازارچه در اینجا که در بازارچه هم انواع و اقسام چیزها یافت میشه، چی از خوراکی و چی غیر خوراکی. البته یک نمایشگاه زنانه هم در اینجا بود که ما از اونجا خواهش کردیم فیلم بگیرم. اونا گفت نه، ما اجازه نداریم فیلم بدیم چون نمایشگاه صنایع دستی زنان بود. اینجا دوستای عزیز آبشارهایی که موجوده البته در پایین بند امیر مردم در اینجا از آبی از آبشار رزی به اصطلاح هم خود سرد ننم و هم تفریح و خوشحالی. اینجا هم راهرو و پیاده رو و همچنان نمایی دورتر از آبشار بند امیر وجود داره. البته مردم مختلف پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک و تمام اقوام افغانستان در اینجا جمع شدن که در حقیقت نشان دهنده اخوت و برادری